feature presentation. یعنی دقیقاً 1 ساعت و 28 دقیقه و 30 ثانیه دیگه به تحویل سال جدید باقی مونده. مگه عقرب زنبور گژدمه که نیش داشته پس مار نیش نداره. مار دندون داره، دندان زهری داره. آفرین. پس حالا که یه عده فهمیدن این مار دندان زهری داره و این مارهای دیگه خطرناک هستن، اگر برادرها اجازه بدن من یه خدشر یواش یواش واسه این ایگون بگم اون مار شاخدارم در بیارم بیرون، از ردیف جلو یکی به یک شاخ این ایمان نشون بدم. ولی برادرم فکر نکنید
شاخ مار مطابق شاخ گوزه، شاخ مار مطابق شاخ بز، گوزن، گوسفند نیست. شاخ مار مطابق 2 تا برنج صدریه. بالازر مار یکی این ور یکی اون ور، بهش میگن که مار شاخدار. مامان بذار برم بخرم دیگه، زود برمیگردم. گفتم که میخواستم این عید سعید را به همه هموطنان تبریک بگم و در ضمن من من الان در نبود نشنم. کجا میری؟ بابا بسه برم شام. نه عزیز نمیشه. ببین کوزو نگاه کن. خیال میکنی از کجا میاره؟ هر سال میمدن از ما میگیرن. امسال نیمدن. اینا هم ماهی حوزه میگیرن میندازن تو خونه. زود برمیگردم. قول میدم گم نشن. من خودم دیدم. اونا با اینا فرق میکنن. اینا لاغرن. چی گفتی؟ گفتم اونا با اینا فرق میکنن. اینا لاغرن. اگه میخوای بخوری که لاغرن یا چهار. متشکریم از شما که اونا میخوام کار بزنم تکون میخورن. خودشون بلنده. 2 تا بردارن. دوست نکن خیلی خوبه برم. این زنبیلو بردار گلدونم آماده کن چیزا رو بگم. 3 تا دیگه مونده آقای گفت. اگر بریم بخریم تموم میکنه. بعد مامان برای دیگه ماهی نداریم. من مامان بزرگی ماهی نداریم. بله دیگه ممکن نداشته باشیم که دیگه اصلا ایدمون عید. نشین اونجا دیگه. بیا از همین ماهی ها بگیر یه دونه. آبکشو بردار بیا. تنگت هم بیا. باشه دیگه نشستی اونجا. مامان بذار برم بخرم دیگه. ایدی دادن و میدم به شما. حالا کو؟ هنوز که کسی به تو ایدی نداده. جناب مامان بزرگ به من میده. اون مال شما من نمیخواد. بله دیگه. وقتی لباس عیدت تو پیش میپوشی کثیف میکنی پولای عیدت هم باید پیش خرج کنی. هیچی بابا پیله کرده. از زودتر بیا دیگه. باز مثل پارسال دیر میری دنبال مادرت. من 1 سال بعد جواب بدم. دخترم تو هم نشین اونجا هی گریه کن شب عیدی. تا آخر سال گریه میکنی یا پاشو یه از همینا بگیر. برو آبکشتو بیار پاشو. تو بیار بشور. پاشو دیگه. نگفتم جهان خندرون شادان و شاداب بسی بهتر ز کار آید. بابا خریدم. که همکار بزرگسانی آقای سردشی آماده هستند که بزرگتون رو برای ما ارسال کنند. چیه بازم که آبگوره گرفتی؟ مامان نمیده برم ماهی بخرم. مگه این ماهی ها چشونه؟ به اینا میگیم ماهی. حتما اونا رو ندیدی. اونا موقعی که بال بزنن تکون میخورن. انگار دارن میرقصن. یه عالمه بال دارن. چند؟ آقای گذاشته تونه 100 تومن. 100 تومن؟ تو 100 تومن میخوای بده پول یه ماهی؟ با 100 تومن میشه 2 تا فیلم دید. تو خود عیب کرده.
اینا در آوردی؟ من نفهمیدم گفت صابون یا شامپو. صداشون تو میپیچه. فکر کردم گفت صابون. او صابون از تو زرا. بیا بذار این گوشه خوشه. تخم مرغی بگیره؟ بیا. بودو زود بیا ها. شامپو بگیرم دیگه. آره شامپو. پس چرا نمیری؟ میخوای با صداشو در بیاری؟ سلام زهرا خانم. سلام رضا جون. حالت چطوره؟ مرسی. مادرت خوبه؟ زهرا خانم مادرم گفت که میشه یه دونه این ماهی حوضتون به ما بدید. برای حبسی میخوایم. رضا جون به این راضیه بگو. مگه ماهی حبسی همین ماهی حوض نیست ها؟ بله. مگه از همینا تو بازار نمیفروشن؟ بله. دیدی؟ مگه همینا رو سر سفره حبسی نمیذارن؟ مادرت گفته کجا بگیری؟ از حوض شما بگیریم. بفرم. حالا حرف منو باور کن. بیا رضا جون. بیا بگیر. یکی هم برای این راضیه بگیر. چی شد گرفتی؟ خب خوبه دیگه. چه بیرون؟ ما اینا لاغرن ولی اونا توپلن. آقایی گفتش که دونه 100 تومن یعنی ما 100 تومن نداریم. خیلی عجیبه. دیگرون میان از خونه ما ماهی میبرن. وقتم میخوای یک ماهی دیگر بخری. اینم شد کار ما. همینی که هست. برده ببر. زود باش. آب کشیدم برده بشو. چی شده؟ خودم الان میام. خداحافظ زهرا خانم. گرفتی؟ بله. چند گرفتی؟ به مادرت سلام داره بریم. با تحت ساعت توی آب در واقع بابا شامپو رو گرفتم. این چه دسته؟ پستی داد مال اسمت خانم اینا. از کجا آمده؟ از مشهد. بنداز تو در اتاقشون. از لای در بنداز. برو سر کارت. برو. اومدن و دارن اون هیجانات خودشون رو به صاحبان کسیبیشون نشون میدن. ساعت دقیقاً دوستان 17 و 18 دقیقه و 21 ثانیه. این رضا زردالو چند تا ماهی برد؟ 15 دقیقه و 9 ثانیه به آغاز سال جدید باقی مونده. سال نوتون مبارک. بیا اگر میخوای این مال تو. در عوض چی میخوای ازم؟ هیچی. نه یه چیز میخوای تو مجانی به کسی چیزی نمیدی. ببینن چه لاغرن ولی اونایی که من دیدم خیلی با اینا فرق میکنن. از اینا هم خوشگل‌تر. آقا گفتش که 3 تا دیگه مونده. اگر زود نریم بخریم تموم میکنه. در عوض اون ماهی که میخوای فقط این بادکنک رو به من میدی؟ خب چی میخوای؟ اونو که دایی داده. کدوم؟ اونو که اون دفعه آورد. نه. نه؟ بله. الان میارم. بالاخره میدی یا نه؟ چرا میدم. خیلی خوب صبر کن. خیلی خوب.
روشنش کنم. تا بگیرد عیدیش را کودکی شنگول و شاد نزد مادر یا چه بابا یا بزرگان می‌رود. نه مشیرم رو واکن. باز کردی؟ آن را نشان همکلاسان می‌رود. تا بگیرد میوه و گفتم نه. مشیرم رو واکن دیگه. ببین خوب شد. بود و کفششم که هنوز واکس نزدی. کفشای خودم بهشون واکس بزن. من شما گفتم کفشا برای عیدم میگیره. میگیرم برات. نگفتم که نمیگیرم. حالا اینا رو واکس بزن. الان شب عید همه چی خیلی گرونه. میخوای اینا رو براتون واکس بزنم؟ این اولش بشه. اینجاشم کنده شده. بچسبونم. حالا اون بل کرده تو شروع کردی؟ ندارم بابا جون. ندارم. همش خرج شد رفت. یه 500 تومانی برام مونده. اونم میخوام عیدی بدم. 500 تومن؟ به کی میخواید عیدی بدید؟ 500 تومنه نمیخوام به کسی عیدی بدم. میخوام خوردش کنم. اگه کسی به شما عیدی داد منم داشته باشم کف دست بچه‌هاشون بذارم. اون دارم ببر بشور. میشوری بشور نمیشوری خودم بشورم. حرفا یه بار به آدم میگم. بوده الان میاد بیرون صداش در میاد. باز چیه؟ گفتم که نه. فقط یه دقیقه اجازه بده من یه چیز بگم. میدونم چی میخوای بگی. حوصله ندارم. فقط یه دقیقه. قول بده دعوا نکنی. فقط یه دقیقه مامان. فقط یه دقیقه. تو رو خدا. بدو سنتر. اگه قبول نکردی دیگه هیچی نمیگم. خیلی. پس یه دقیقه جلو. بگو دیگه. آخه میخوام فقط به خودتون بگم. بگو دیگه حالا. برو کیف من بردی. چی شد؟ گرفتم ولی قول داری اون مال من باشه. باشه من که گفتم برو برسه. خیلی خوب برو اونجا نبینم. ببین توش چنده. 2 تا 20 تومنیه. تو اون کوچکرم نگاه. یه نه 500 تومنه. چند بود اون ماهی؟ 100 تومن. 100 تومن یه ماهی؟ آقای گفت همش دونه 100 تومنه. بدون تاج. اون 500 تومنی رو برده. برو برش بگیر. تموم شد دیگه مال من. آره مال خود خوده. قول میدی؟ برو برش. تو کجا؟ من گفتم اون بره. برمیگردم. قابش نکنی. چشم. شما باید این چوبه که دادم دسته یه دونه شعر بخونی. اون ماره که این برادرها تو خواب ندیدم بندازی زیر شکمش در بیاری بیرون به این برادرها نشون بدی. ولی در دورونه رو
آقایی که تو این دوران دستش به دست من رسید عاقبتش بخیر. ببینم چجوری درویش شاد میکنی شما ها. همه دور درویشی ها. این کشکول بگید بجا. این 4 تا حیوانی که قول دادم تو این 4 تا جعبه هست، این اولیشه. یه دونه حیوانم تو این صندوق 4 کیلو 250 گرم بد ولی میشه. حاج آقا جانم. ممکنه این آقایون فکر کنن ما اون حیوانه نمیخوایم در بیاریم، ولی این مار پولکیه. تا پول نبینه از صندوق بیرون بیا نیست. آقایونی که دور ما هستین، ترکین، فارسین، عربین، غربتی هستی، غربتی پاپتی، همه بیکار مثل این درویش. 1 ساعت هم مونده به عید، با بلند میشم یه دورانی میزنم. این تونگر رو ما امروز نیمش کنیم، اقلکم بتونیم پول یه دونه ماهی واسه بچه ها رو برا کرده باشیم، بچه ها غذاشونو بخورن. بلجم حاجی درویش جانم، نگاه کن، هر پولی که مال 150 سال پول تاریخ داره یه درویش میده. نه هر کی بدی بقال نونبا بدی ور نمیداری. باز خدا عوضش عاقبتت بخیر. این 500 تومن این دختر خانوم به خاطر این درویش برای چی؟ خرج شب عیدش قشنگ نگاش کنین. ماهی این درویش برداشته آورده. این 500 تومن کرم این دختره. یه بچه است، یه دختر خانوم 6-7 ساله است کمک کرده. حالا که شما برنامه درویش درست کردی، ماهی درویش درست کردی یا غذاشو امشب، منم چیکار میکنم؟ منم الان سراغ اون مارا میرم، ماهی شب عید و مار شب عید در میارم میذارم وسط، همه ببینن. باریکلا، خدا عاقبت به خیرت کنه. عمو جان بله، به با این سبزه قشنگه، سبزه که دستته، تو این ساکت ببینم چی داری. مال عید خیلی به تون ماهی بله، وضع عید و سبزه. منم که اندازه تو رو میشناسم، اصل و نسب دار. تو اینجا چرا درویش وایستادی؟ برو به عیدت بره، یه سر بیشتر قشنگ میکنی، اومدیم تماشات بکنیم. خدا عاقبت به خیرت کنه. برو به عیدت بره، علی نگهداره. هزار ماشاءالله. یه سم آرامگاه جوجه بد میگذره. آرامگاه مهری همچی جوونایی در ایران ما داریم ها. خدا عاقبت به بله؟ پولم میخوام. پول چی؟ دخترم پول ماهی. پول ماهی؟ پول ماهی که درویش میخواد بذاره لای پلو؟ من کسی به کسی پول داد پس میگیره دخترم. پولت رفت پیش اون درویش، گذاشت تو بخچه‌ش و الان تو جیبشه. نه من پولم میخوام. اما منم 500 تومن گرفته بودم برم 100 تومن ماهی بخرم. حرفی نی، پولتو میخوای. حاجی درویش، حاجی آقا. بله حاجی آقا درویش، بله مثل که این بچه مادرش پولش خواسته، شما میگید چیکار کنی؟ این پوله که به ما نداده که. از به کی داده؟ این پول داده به این مار پول پرست، مال پول دوست. پس ما پول میذاریم اینجا، این بچه بیاد پولو پولش برداره بره. بفرما. بده من این بچه و اینم شما. این پولو اینم بچه بفرما. بچه جون بیا پولت ببر. الهی بوم میده تو. حاجی درویش آقا شما میگی الان این دختر خانم جلو ما وایستاده، شما میگی ما با این دختر چیکار کنیم؟ چه کار کنیم؟ ما یه فرصتی میتونیم این دختر بدیم، یه فرصتی بدیم بیا اینجا، این پولش ورش داره و بره. اگر نیا دورتر بیا، این مار بیدار بشه، این مار پولکی بیدار بشه، دست به پولش نمیرسه. گوش کردی چی میگه حاجی آقا درویش؟ و ننشه برداره بیاره بالا سرون بگه پولو میخوام. هیچ نداد ناراحت نباش. نگفتم این مار پولکیه. قشنگ توجه بکنید، این دختر خانم قشنگ ببینه که این برادران دقت کرده باشن درویش دروغ نمیگه بهشون. ببین تا پول نبوده سرش نیاورده بیرون ها. حالا ببینم اگه این دختر میخواد بیاد این پولشو ببره، من خودم این کار میکنم، بلند میشم این پول برمیدارم میبرم بی بچه میدم برداره بره پولشه. حتما؟ حتما. پشیمون نمیشی؟ نه. یعنی چه آدم لجبازی هستی ها؟ بابا بذار این خودش بیاد برداره بره. بیا برم چجور نه؟ بیا برم دختره. بیا این مار ببین. میخوای ببری خودت ببر بچه دیگه بده. داره میاد بیرون حمله کنه به بچه مردم اینا. ببر بده دیگه. خب چش داری تو؟ خب بیا بریم کی دل کی دل جرأت داره؟ بابا کنار میزنه نمیذاری برداره. میزنه میکشه.
آخه آدم لجباز مرد حسابی. ببینید ایوه الناس مردم، این مار ببین این 500 تومن اینه رها میکنه ول میکنه. آخه من با این محاسن سفیدم با 70-80 سال عمرم گذشته دروغ نمیگم. تماشا کنید ببین من راست گفتم نه دروغ گفتم. چیکار میخوای بکنی؟ میخوام پول بابانه ببرم بهش بدم. ای آدم لجبازی هستی. ما امشب به دل خودمون آقای من پول کینه چرپی به دلت داده که ماهی بخوری؟ این برنامه دیگه که همیشه تو 5 تومن پول تو جیبت نیست. آخه پول کینه نگه دارم تو جیبم. میترسه گریه میکنه. نگاه کن پول مال خودش نیست مال مادرشه. ببر ما. بیا بابامی، بیا عزیزمی، بیا جانمی. بیا دیدی گفتم این مال پولکیه؟ دیدی گفتم این مال تا پول بشنندی از جواب بیرون نمید. دیدی دروغ بهت نگفتم؟ ببین بابامی، ببین عزیزمی، از این ماره میترسی؟ این ماره دندون که نداره. اینه که ما میگیم برای یه لقمه نونیه که بگیریم برای زن بچه هم ببریم. این حقیقت که دندون نداره. میترسی؟ ببین اینو من میذارم تو جیبم که تو از این ماره نترسی. ببین دختر جان، ببین عزیزمی خوب شد. ببین اشکات پاک کن، اشک چشمت پاک کن. قربون این دختر ماشاءالله ماشاءالله هزار ماشاءالله. من نباید ببینم از مرکه من کسی گردیان میره. بخند تا 500 تومن تبت بدم. قربون این دختر برم. دست بیار بالا. این 500 تومن برو با امید خدا. برو دست علی به هم ده. خب حاجی درویش بخواد سلام بالا با از اون ماهیا میخوام. ماهی کدام یکی رو از میخوام؟ اون ماهیا میخوام. کدام اونایی ماهی که میخوام؟ سفیدن خیلی پر دارن. بزرگه رو میخوام؟ بله 200 تومن بده بینم. شما گفتین همه اینا دونه 100 تومنه. آموزه نگفتم کجلا ها گفتم 100 تومن بزرگی که خوشگله هست اونا نگفتیم 200 تومن برای شما. حالا من از اون خوشگلتر بهترش این کوچوله را بهت میدم 100 تومن حساب بکن. سلام مادام، حالا شما خوبه؟ بفرمایید بفرمایید بفرمایید. خوش آمدید مادام. برادر هر چی میخوایم اینجا برادر مادام مال خودمونه تعلق با شما داره. خب چی کردی؟ پول شد در بیار بینم. پول بیار بینم. نمیشه شما به 100 تومن بدید. نه اون پول 200 تومنه که عزیز جون پول تا بده بینم. چقدر پول داری؟ پول بیار بینم. در بیار پول بده. در بیار دیگه پول بده. پول داری چی کردی؟ تو جیبت نگاه کن، امور نگاه کن کجا گذاشتی؟ 100 تومن ما گم کردم. گم کردی؟ کجا گم کردی؟ گذاشته بودم توی سونگم. و چی شد؟ کی باردش یاد دستت گرفتی؟ اونجا نشسته برو از اون بگیری. چه آرزه باد رازه چی شده؟ چه خبر هست؟ من صبح 10 تا بردم الانم 5 تا بردم. چقدر میشه 15 تا؟ صبح چقدر گرفته بودی؟ 200 تومن. 200 تومن حالا چقدر میخوای؟ 250 تومن. بیا این با 250 تومن تا بگی برو پسر. بیا آقا جون اینم 250 تومن. من 250 خب کار خاصی ما که خرابه. این خانم کوچولو میاد اینجا نگاه خانم کوچولو. پول چقدر بود عزیز جون؟ آره بابا جون. مطمئنی 500 تومن بود؟ بله. 500 تومن عبدی چیکار بکنی؟ ماهی بخرم. از کدام ماهی بخری قربان؟ از اون ماهی‌هایی که تو تونگم. اون تونگی که 500 تومنی قیمت نیست که قربان. نکنه 500 تومنی داده بودم برای خاطر ماهی بزرگ بگیری. ها؟ نه. اون که قیمتش 500 تومن نمیشه. مطمئن هستی خب 500 تومن دادم یا نه؟ بله. 500 تومنی شما رو میشناسین؟ بله. چی رنگی بود قربان؟
اینجوری بود قربان؟ این نبود؟ این بود عزیز جون؟ نه قرمز رنگ بود. قرمز رنگ بود؟ مطمئنی؟ از این هست؟ آره مال خودم این که بده. مال منه. نه این مال خود منه. این مال خودمه قربان. شما 500 تومنه ببین چی دور زمانی ما گرفتار شدیم. 500 تومن پول به شما دادن که شما بیاین ماهی بگیرن. هم برای خودشون دردسر تعیین میکنن، هم اسباب زحمت برای ما تعیین میکنن. خب حالا شما گرین رو از همون ورگه آمدیم بریم تو جاده شاید پیدا بکنیم 500 تومن. ناراحتیم گرین بکنه. مادام شما چی میخوام مادام؟ که میخوام برای اینجا زمین پاک کردم کنم. از رایی که آمدی برو پیدا بکن. گرین کن. برو بابا جان. برو کن. کجا میره بچه الان مگه پول میشه پیدا کرد الان؟ چرا نمیشه پیدا کرد؟ این قدر الان مهم سر به هوا هستن دیگه پایین اگه طلا بیفته نگاه نمیکنه. باشه جان تو برو خونه گرین کن. برو خوب. هر رایی که آمدی از اون خونه آمدی گم کردی برو شاید پیداش کنی. برو بابا جان. برو. خانه ایرانی الان خوشحال شما که پای یک سفره 7 سین هستین. البته ما همیشه یک سفره کوچولو 7 سین رو برای خودمون چیدیم و لحظه ساعت تحصیل حتما در کنار سفره 7 سین خواهیم بود. چطوری اسی داشتی؟ برو چی هستم؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ بونمو گفت کردم. بایبی نداری بیاریم من برای یکی بخرم. چیزی نیست که. خب کجا گم کردی؟ از کدوم بر اومدی؟ مسئول مسیری که اومدی برو بگرد تو پیداش کنی. خب عزیزم باری کله گریه نکن. هنوز اینجا پس پیدا نکردی پول؟ نه نمیشه پیدا کرد. خیلی سخته. خونه شما کدوم طرفه؟ از اون طرف. پس اونجا با هم بریم. یادت بیاد کجا پول گم کردی؟ از اونجا ها؟ اون طرف؟ این طرف. از طرف مارگیری. خونده شما کجا؟ چرا ندارید پیش پول؟ تو مغازه. چرا گذاشتی اونجا؟ تو پولمو پیدا نکنم. پایمو نخرم. تو که من از مغازه بر نمیدارم. رفتم اینجا. اینجا آمدی؟ برای چی آمدی اینجا؟ قطعی اولها شدی؟ جای شما خوب نیست اینجا اصلا. مگر دیدی که یک بچه مثل شما هست اینجا؟ مثل من یک زن هست اینجا؟ تا حالا پدر مادر تو نگفتن که اینجا نبایستی بیایی؟ هر موقع رد می شدیم از اینجا هی به مامان بابا می گفتم منو ببری اینجا ببینم چیه. نمیذاشتم بیام. اون موقع هم که مدرسه نمی رفتم دیدم یه آقاه یه دختر رو اینجا سوار کرده. منم به بابام گفتم بابا منم بلند کن برم ببینم. بابام نداشت گفتش که اینجا مزه دخترها نیست. بعد دستمو کشید برد. امروزم که داشتم میمدم پشتمو نگاه کردم دیدم که مامانم نی. بیام ببینم اینجا چیه. و بازم که گفتم بازم شما آمدی اینجا برای چی؟ رفتم ببینم چیه که مثل من خوب نی. این مامان بابام میگن نرو ببین. پس الان فهمیدی که جای اینجا خوب نیست برای تو؟ بله. پس دیگر نمیایی اینجا؟ نه ولی اینجا همیشه ما نشون میده. اگر فراموش کردی تا کی اطمینان داری تا کی پول داشتی تو دسته؟ تا اونجا دادم به مارگیله. واه پول به برگیر دادی؟ مطمئنی که پول به تو داد؟ بله ولی از خودش نگرفتم. اما مارگیله که موش سفیده از اون گرفتم. تا کجا تو دستت داشتی؟ تا دم اون شیرینی فروشه که سر کوچه بود دم خیابون بود. اونجا وایستادم شیرینیاشم دیدم. نونخامه‌ایاشم دیدم. یه تون که من نگاه کردم دویدم. اینجا قنادیه. کجا بایستادی؟ ببین الان نشونتون میدم. اینها اینجاست. اینجا بایستادی؟ اما دیدیم پول نیست. مطمئنم همینجا وایستاده بود.
چی کار کنم؟ بگم به مادر که دختر تقصیر نداره که گم کرده. اگه تقصیر من نبوده پس تقصیر کی بوده؟ رسمی تقصیر شما بوده. اما من فقط برای این میرم که ماما اینقدر عصبانی نشه که شما این پول گم کرده. پوله! دختر کوچولو خسته کردیم. بشین. الان بریم مغازه پیش آقا بختیاری. ولی پولم چی؟ پولم نداره دیگه پیدا کردیم. الان بریم پیش آقا که مغازه مال خودش آقا بختیاری که آشنا من خوب هست. خواهش کنیم بده برای شما. عیده ممکن میره خونه بگیریم پوله و بعد شما باید بری ماهی بخریم چون این مهم. پس بریم رسم بگیریم. بفرمایید. آقا جناب سلام برسونید. سلام آقای. سلام مادام، رسیدم بخیر. حال شما چطوره؟ من میخوام از شما یک خواهش دارم. بله. بچه گم کرده پول تو زیر زمین شما. خواهش میکنم اون پول بدی که افتاده نزدیک مغازه شما. خواهش میکنم. پس خیلی ممنونم. بچه جان بازم گریه میکنی. پس پول پیدا شد. برو به کار خودی. من باید برم. خوب بایداره. خداحافظ خانم. سال نو انشالله مبارک. ممنونم از شما. عید شما مبارک. خداحافظ شما باشد. بله. Ağa, yaqa qutarmadı. Yan çöynəyim onu qalıb. Onu sal qabağa, indələn gələr dalınca. Biz burada vaxtımızı da tutar. Gəl bunu da ağa. Ya da bunu, ondan sonra bunu başla yine. Geç çıxsın. خب آقا میگی چی؟ میگه یقم بلنده. میگه که خودت خواستی. گفتی که آقا این همون برای من درست کن. این همون با شما درست کردم. و این یقه میبینی شما؟ این یقه هم که مشتریش. من یادداشت کردم. این همین خواسته رفتم گشتم آرا پیدا کردم دوختم بره شما. درست میگه این یقه بلنده. کسی نمیپوشه. بندم اینجا اصلا یک دونه نمونه از این یقه ندارم. ولی مقصر نیستم. چیزی که خودت خواستی من درست کردم. حالا چرا عصبانی میشی؟ 2 کلمه بهت گفتم یخه اینو مردم واسه من عوض کن. من صورتم کوچیکه نمیتونم اینو بپوشم. الان این پیرانی هم که تن منه یخش کوچیکه. آقا جون من این یقه درست شدنی نیست. بعد ببر بپوش. وقت منم بی خود نگیر. همش 1 سال به تحویل دارین. کار مردم دستم. با جوابی نه من من عزیز من چرا اذیتم میکنی اینقدر آقا؟ ای بابا لجبازی میکنی لج افتادی یا لجبازی نداره چی من لجبازی نداره. کارو درست کردم خودت بیا بپیش استفاده بکن آقا چیزی من دیگه بابا چی شده بابا چی میخواد؟ پولم افتاده اونجایی که گلگله داره. کجا این بغل؟ میخواستم برم ماهی بخرم. از مامانم پول گرفته بودم برم ماهی بخرم. پولم افتاده اینجا. یه قولی به من بده. من اینو 6 هفتم عید بردارم بیارم اینجا. آقا جون من بگه شما حرف سرت نمیشه. میگم درست نمیشه. نه به گردن تو کار دارن نه به صورت تو نه به سر تو عزیز من. آخه ببین خودت چرا این حرفا رو میزنی؟ سرت بزرگه. خب تو بگو سرت اصلاح کن درستش کن. من که سر درست نیستم. من یقه درست کردم به شما تحویل دادم. ببر استفادهش بکن. به من نمیاد من چی مسئولش نیستم. من که اون که کارت که خواستی درست کردم به شما تحویل دادم. گناهکارم که نیستم. اگر در نقش در بدن شما هست من مربوط به خود اصلاح کن. کوچیکش چه بر کار داره؟ نیم ساعت هم بیشتر کار داره. دست اره کنن این یقه باید عوض بشه. این درست شدنی نیست. ای بابا این چی میگه اصلا من نمیدونم. ای بابا اون نمیدونم نکنم من چیکار کنم گناه ندارم من. آقا این یقه باید به همین حالا چه خاصی باید ببرید استفاده کنید. صورت چنده؟ من صورت 1500 آقا پولم
پیدا کردم. یه بابا کوچولو آمدی قربان. من که گفتم شما پیدا میکنی. خودت گری میکردی ناراحتی میکردی میگفتی پولو من گم کردم. پول حالا پیدا کردی پول؟ الان که امران نیست، افتاده تو زیر زمین مغازه. میخواستم برش دارم، آقایی داشت با یه مرد دعوا میکرد. نتونستم برش دارم. اومدم ببینم ماهی سر جاشه یا نه. الان میرم میارمش، ولی موقعی که اومدم نبینم ماهیمو فروختی ها. باشه خانم کوچولو چشم. من نمیفروشم. بسید شما هم قول داشته باشین که بیایم ببریم. خودم یکی نمیخوام. اونی که مثل عروس میمونه، خوشگله، توپله. اونو میخوام. توپله خوشگله مثل تو مامانی را بهت میده اون پولیس 200 تومن میشه که قربان. بله مامان من بهم گفته 100 تومن خرج کنم. باشه حالا قابل نداره بار داریم بارین. شما ببرین هر موقع 100 تومن آوردی من 100 تومن خودم روش میزنم با شما عیدی میدم. باشه قربان؟ نه نمیبرم. چرا؟ ورده برو. قابل نداره ورده برو. نه نمیبرم. ولی قول بدی نفروشی ها. قول به شما میدم نه کجا جون خالص نگه من بیایی ببری. چه نگاه میدم تا شما بیاین عزیزون. تونگت کو؟ تونگت بده؟ ورده برو. شما داشتیم با اون خانم حرف میزدیم من تونگمو گذاشتم اونجا. نه اینجا تونگ نگذاشتی که عزیز جون. چرا؟ یقی میدونی اینجا تونگ گذاشتم قربان؟ بله. محمد خانم که خود تونگ اویا بنام او تونگ کوچیک اوسن کولی قرمز خواهی با آب دکن بگی خودم خانم. مرحبا محمد مرحبا. محمد پرشان داری محمد. آب بابری زود بیا یا محمد. این ماهی کوچولی تو قرمز سر حال بود. ولی اینا که لاغرن. من از اونایی که تو تانگوت میخواستم توپال بودن. نه عزیز جان شما اینا پایین نگه داشتین این لاغره ببین چقدر گنده است. مثل عروسک بهت دادم به این بزرگ ماهی رو اینجوری نگاه کن. بفرمایید خانم کوچولی. خوشگله تبولی مامونی عروسک. بگی بابا جون. بگی برم پولشو بیارم بعدا. قابل نداره میخوای ببری بعد برای من میاری عزیز جون. بیا بگیر بعد پولشو میاری برای من. کجایی 3 ساعته داریم دنبالت میگردیم؟ صورتت چی شده داداش تو چی کار داری؟ تونگت کو؟ پولت کو؟ آقا جون من نمیخواستم بزنم آدمی نیستم که فکر از من دست بلند کنم. پولمو گم کردم. گم شده؟ نه گمش که نکردم. اول گم کرده بودم پیداش کردم. کو؟ سالیان اصلا توی این محل من کاسبم همه میشونتن و میدونن یه 6 تا از من پیرن میخرن اصلا این حرفا توی نیست. این آقا اصلا کار ما را خراب حاصل همین کار کرد این طرف هم بعدم برای درست کرد برای من. آقا جان نه بابا من شاقش میافتم تارگت دلم فقط من خاک تو سرت مگه میشه دیگه اینو در آورد. بابا گذشت کردمشم گفتم فرد پیران برو نره میگه نه پول ندارم پولو ما من باید بگیرم 7 روز بعد از عیدی مرا میدن بعد از عید 7 روز بعد از عید خب بعد بچه محل درست رو آش من نمیخواستم واقع ناراحتی ایجاد بکنم مجبورم کرده هرچی هم بهش گفتم نرم تو گوششم برم شبان آیا میگه کلم کوچیکه یقم بود آدم عصبانی ناراحت میشه من تاکسی من چیه بگن زامن کله تو هستم یه موقع چی کار کنیم؟ میتونیم درش بیاریم. چجوری میتونیم درش بیاریم؟ دکونه کیه؟ اون آقاه اونی که به درخت چسبیده. کدومشون؟ اونی که به درخت چسبیده اون. وای شده با من جلباش میکنه از یه آدم بدیت بچه الف خوردن خیلی این جلباش میکنه میگه نمیدونم کلم کوچیکه گردنم
گوش بزرگه این یقه به من نمیخوره. خب من چیکار کنم برادر؟ حالا عصبانی نشو پیمان. آقای پیمان عصبانی نشو. سیگارم بکش. اونم عین پسر شماست. عزیز من حرفی نداشتم. من چیزی نمیخواستم بگم. من چیز مقصر نیستم که آقا جون که این کلش کوچه ببرسه کلش بده درستش کنه. خب من چه بقصرم نیستم. پیرانو درست کردم بشدم ببره. این پاسان نه پیرات بود. همه بلان سال من بود. پاسان که سرباز بود. همون کاش تو اون سرباز خانم بیمون. داشتی دیمش پول نداره. داشتی ارد میده. یا قشه ایلا کن کردنش فلان کن. بابا یا خودمان بیاییم. بفهمیم ما چه هستیم. پدر ما کیه. اوضاع احوال خودمان نگاه کنیم. اونم حالیش میشه. یا خودمان بیاییم. اون که نباید بشه وقتی دهم بسته میشه دست لامره وقت خود دیگه یه دفعه بلند میشه. خود من الان پشیمانم از این مسئله. چرا این کار شد؟ دختر تو اینجایی نرفتی؟ آقای بختیاری آقا خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خیلی ببخشید. خواهش میکنم. کجا؟ تو کجا؟ بودو. جای شو اینک پرده؟ دور تا دور سفره هفت‌سینی نشستیم. اصلا نمیدونم کجا رفت؟ چی کلام پره رفت بودم که بلا شکایت بکنه چی بکنه چی آقا جون؟ نه مال چه دیگه است؟ اینجا ایشون افتاد. افتاده میشه؟ آفرین. ایشون گالو میپکه چی؟ شوخ ممنون. یادت نره ها. مادرم که اینک رو آقا نوکی جون. نمازش گذاشته بود. بلور؟ رو سرشونش انداخته بود و قرآن میخوند و خودش رو کمی می‌جوید. جعبه şirin, diktiren köyüne inşallah salamatlıkla bayramın altısında şimdi üstünde olasın ki işin kalıp da. اجازه برسه من میگیرم شهرستانا. سیزدهتن sonra gelen. Ey baba, sonra evi yoktu. Böyle kız dedim sen ya işin kalmasın burada. Ev yok, tatman gelirsin. İşin yok. Haşer. خدا. Sağ olun. Hacı خدا. Çi baba? دیگه صاحبشم گذاشته رفته مسافرت من اینجا نیستم تا از بعد از یه رفته از مسافرت برگردی بیاد اون در بیاره به شما میده مسئله اینه دست من نیست مال من نیست مال کسی دیگه است بله میفرمایید بابا رو بردارم بیارم محله دستتون ببوسه به هر حال شب عید شما میرید والا من خودم هم شرمندم از این پیش آمد خیلی شرمندم ولی هر حال پیش اومد بعد جوانی دیگه نفر کاری انجام داده به ما بگیم یا این کارو بکنیم که دختره بگو خواهرش باز خب چی کنیم حالا شما نمیتونید بیارید؟ نه اون صاحبش کسی دیگه است حسین آقا مگه تهرانه نه امکان نداره حسین آقا رو که خودت میشناسی یه دقیقه وقت احساس پیدا کنه همش تو جد شما ده مثل خودمون زنزلیره حتما رفته بعدن شما نگرانی نداشته باشه پولتون امنه آقا جون من گفتم بهتون که برید یه هفته بعد از جد بیایید پول شما در من بهتون میدیم دیگه به هر حال های بختیاری شما محبت کنیم شما اصلا این مسئله اصلا بذاری کنار جدا از این مسئله ناراحتم چی بابا چی میگی حالا من چیکار کنم پولم من چیکار کنم عزیز جون من چیکار کنم گفتم برو یه هفته بعد از جد بیا بدون الان که دست ما چیزی نیست که اونجا رو باز کنیم خب آقای بختیاری پس موافقت بکنی اینو برداریم بیاریم پیشتون خودش فهمیده دیگه چیکار کرد بالا که شما اگه اصرار داره حرف نداره خیلی ممنونم خواهش میکنم امری باشه موفق باشه قربان خدا حافظ شما باشه من چیکار کنم شما بگو من چیکار کنم وقتی در دکون مردم بسته است خودش رفته مسافرت از من کاری سخته است برو یه هفته بعد از بیا برو بدن نشو و ساعتی که در استودیو هست 42 دقیقه و 20 ثانیه به تحویل سال جدید وقت داریم
گریم و جن کاکا گریم و جن گریم و جن گریم و جن. چی کار کنم؟ چی میگی آقا جان؟ چی میگی؟ پولم افتاده چی کار کنم؟ من چی کار کنم عزیز من چی کار میشه کنم؟ اونو یه دقیقه بدین؟ چی را؟ اونی که باش کرکر کشیدید پایین اون میله آهنیه. میخواد چی کنی؟ میشه حالا یه دقیقه بدین؟ زود باشا من میخوام برم بابا بدو بینم بدو. چیکار کردی تو؟ ها؟ نمیدونم چی؟ آخه اونجوش به نمیشه که در آورد بابا. بری بینم منو. بری میتونم در بیاریم. بابا جون با این نمیشه از جونه. اون به درد در کلکله میخوره به درد اینجا نمیخوره. اگه بشه قلابش اونور کرد میشه. شما نمیتون قلابش اونور کنی؟ اینو نه بابا آهن سفت سختی جوش خورده اصلا به درد کلکله در میخوره به درد اینجا به کار اینجا نمیخوره. شما یه کار دیگه بکنید شما برید یه هفته دیگه بیایید این صاحبش میاد من اینجا در میارم به شما میدم. خب بفرمایید. bağlayıyorum. Çok kalın eline ha. بله Sabah inemeyi. خلاص كده ها او ماشي كده مره ورا على شيء من سودا بريجن كده ورا Veriyorum dedim ha. نه لا وقت ده كده بچه‌ها بلند شید برید بلند برید اینجا وای نستید مردم جمع نکنید پیر بیان ببینن برید بعد از جد بیاید من درست میکنم صاحبش پیدا میکنم میام باز میکنن الان اونجا جاش امنی کسی هم با شما کار نداره بلند شید برید که مادر پدرتون نگران هستن بلند شید برید کاش بود آدرسشو میگرفتی. آدرس کی رو؟ آدرس همین صاحب تو خونه رو دیگه. فامیلشون بود تو شاید نرفته باشه. وایسا سب کن میخوام یه چیزی ازت بپرسم. اینو نفهمیدم. ببین با من حرف نزن آدرس یادم میره الان برمیگردم.
اینجا پولی نیا. $500 تومانی ها؟ خب از برای همین شما ناراحتی ها؟ بیا تا موقع از این آجیلا بخور اینو مثلا بهت کمک کنم. بفرما. آجیل نمیخوری؟ خب پس لااقل از این شیرینی رو وردا بخور. باز کنم برات. شیرینی هم که نمیخوری ها؟ پس برای چی دیگه ناراحتی؟ من پول تمام بخورم نخواد دیگه ترست برای چیه؟ ما دیگه از وقت نشسته ایم اینجا به این خیره رفته گیدم شاید بتونم بهت کمک کنم. دیگه از ما نباید بترسی. ما که ترسی ندارم. حالا هم که باید صحبت نمینیم اون با شما صحبت نمینیم. ولی خانه این مغازه رو مدنم کجیه ها. خانهش توی همون کوچه به همین الان دادا شد رفت. ولی پیداش نمینه. مدنی برای چی؟ چون او الان تو خانهش نیه. خانه شوهر خواهر ما دعوته. خونه شوهر خواهر شما؟ نمیدونم. شاید باشه شاید نباشه. ولی از اونجا تا اینجا 700 کیلومتر راهه. حالا معلوم نیست آیا اونجا هست یا نیست. من اصلا کاری به شما ندارم. ولی یک خواهری دارم درست اندازه شمایه. باید شما 5 سالت باشه درسته؟ نه خیرم 7 سالمه. خواهرمون درست مثل شما 5 سال شد. او هم بمرسه نمره. شما نه خیرم من مدرسه میرم 7 سالم هست. کلاس اولم هستم. نورا همش 20 و معادل 20 قبول شدم. دلتم بسوزه. خواهر بزرگ من کلاس سومه. اون درساش مثل شما خوبه. ولی شما بیشتر شبیه و خواهرم هستی که مدرسه نمیره 5 سالش هست. اون 2 تا خواهر دارم. یکش یک ذره از شما بزرگتره، یکش یک ذره از شما خردتر. دیلم برای 2 تاییش یک ذره رفته. اگه دلت براشون تنگ شده پس چرا نمیری پیششون؟ برای که رام خیلی دورن. کجاست؟ نیشابوره. نیشابوری شما؟ بله. دوست بابای منم آقای نیشابوریه ولی اینجوری حرف نمیزنه. یه جور دیگه حرف میزنه. پس معلوم برای اون مدت زیادی ساکن اینجی بیه برای همون قشنگ مثلا صحبت کنه. ما اگر مدت زیادی ساکن اینجا باشم مثلا مثل شما قشنگ روان صحبت کنم. چند وقت تهران موندی؟ تقریبا 1 سال هست. کی میرید؟ تا وقتی که سربازی تمام برم. اگر این اواسطم مرخصی بتن مره. مگه سربازی؟ ای تعطیل نی. مدرسه های که تعطیله. بابا میره سر کار تعطیله. عید همه جا تعطیله. کسی که کار نمیکنه. خب ما مرخصی داریم ولی ما یه عیدی را اینجا ماندم نرفتم. بعد دروغ گفتی دلت برای خواهرات تر شده؟ نه بابا دختر خانم کوچولیون باز دوباره که اخم کیدی به دروغ نگفتم. دلم واقعا برایش تنگ رفتن. دیدی که برایشون تنگ شده. میخوایی هم که بری درسته؟ من نگفتم که من برم. خب کسی که دلش برای کسی تنگ میشه خب معنیش نمیخواد بره دیگه. حرف شما درست میگید. مرخصی که داری از محل مدرسه از محل به محل کار ما میگن پادگان. خب چرا از پادگان مرخصی نمیگیری؟ بگو ببینم اصلا چند روز به مرخصی میدن؟ مرخصی ما مثل مرخصی بابای شما 1 هفته. راستی بابای شما چه کاره هم؟
نمیدونم. نمیدونی یا نمی ورگوی؟ خب شاید دلم نمیخواد بگم. خب اگر نمی ورگوی برم اگه ولی هرچی از من بپرسی به جواب متون. خیلی خوب ازت میپرسم شما که دلت برای خواهرت تنگ شده مرخصی هم داری میتونی بری پس چرا نمیری؟ بهت برگم؟ بله. اگر بهت برگم میگی شغل آقا چیه؟ بابام دو کار داره یکیشو میگم یکیشو نمیگم چون مامانم گفته دومین شغلشو به کسی نباید بگی. اولین شغل اداره آبه. با موتور میریزم به در خونه ها کنترل آب مینویسه. اون کاغذا هست میدم به ماها. اونا میده که ببینه پولش چقدر میشه. اون یکی هم که بهت نمیگم. برای نرفتن من دو تا دلیل هست. دلیل اولش بهت میگم، دلیل دومش بهت نمیگم مثل شما. دلیل اولش اولا یکی به خاطر پول اتوبوس من ندارم برای کرایه‌اش. و هر کسی هر جایی مره باید سوغاتی چیزی بخرم. هم دو تا خواهر کوچک دارم مثل شما هم برای بابام هم برای مادرم باید چیزی بخرم. برای همون نرفتم. حالا استیم سربازیم تمام را بعد یک مدتی کار کنم بعد برایش چیزی بخرم. میخوای بری پولش چقدر میشه؟ پول اتوبوس چقدر میشه؟ ما چون سربازیم با ما کمتر حساب منن ولی پولش تقریبا 300 تومن هست. اگه میخوای برای خواهرت چیزی بخری چی میخری؟ نمیدونم چی بخرم به نظر شما خوبه؟ میتونی آدامس بخری، شکلات بخری. نه شکلات نخر، بذار یه چیزی بهت نشون بدم. میتونی از اینا بگیری. از اینا خیلی دختر رو دوست دارم. از اینا برشون ببر. دونه 7 تومنه. اگه میخواستی 2 تا بخری 14 تومنه. از همینا ببر. با 400 تومن میتونی بری؟ برای چی نتنم؟ با 400 تومن متنم برم. نکنم ای 500 تومن تو با ما بدی؟ نه این مال مامانمه. پول عیدیه. عید؟ راستی قضیه عید رو فراموش کده بیام. برای عیدیم اگر برم باید چیزی برایش بخرم. خب حالا که راهنماییم کدی چی برایش بخرم از این تخمه بخور تونقه برای پول تا در بیارم. بفهم چه نمیخوری؟ حتما گفتن از دست قریبه چیزی قبول نکن. بله. حتما گفتن با غریبم صحبت نکن. بله. پس برای همون بود چند دقیقه پیش بایم صحبت نمیکردی ها؟ بله. خب ما قریب هستم ولی قریبه نیم. یعنی چه قریب هستم قریب نیستم؟ یعنی چون دی شهر من سربازی خدمت منم و کسی من را نمیشناسه و من کسی را نمیشناسم برای همون قریبم ولی قریبه نیم. یعنی چه آدم قریب هست قریب نیست؟ یعنی همون موقعی که ما شما را دیم احساس قریبی باید نکیدم اما این باید صحبت کیدم. شما را مثل خواهر خودم به حساب آوردم. باشه قبوله. من غریبه نیستم ولی شما سن سال برادر من نیستی. پس شما برای من غریبه ای. گفترم با غریبه حرف نزنی ازشان چیزی نگیری. پس ما با خواهرم ورگم بعضی با کسی صحبت نکنه ها؟ مگه قبلا نگفتی با کسی نباید حرف بزنن؟ نه چون ما یک روستایی زندگی منیم خیلی کوچکم اما هم را مشناسن برای همون کسی اونجا قریب نیه ولی چون اینجا کسی را نمیشناسه و با هم رفته آمدی ندارن به صورت همه با هم قریبن. برای همون این باشا بیا بینم. من چی بهش میگفتی؟ هیچی داشتیم راجع به خواهرش حرف میزدیم. مگه به تو نگفته بودم با غریبه حرف نزن؟ چرا ولی اون که غریبه نیست. چی؟ اون یه خواهر شبیه من داره. یه خدا از من کوچیکتر یه خدا از من بزرگتر. حالا مگه چی شده؟ هیچی بذار بریم خونه به خدمتت برسم. شیطون میگه خواهر شما اصلا با ما حرف نزن. نه خیرم من باش حرف زدم. خیلی خوب بذار بریم خونه به خدمتت میرسم. دعواش نکن. بفرما تکنه بکن. بفرما. خب بچه ها من باید برم پادگان. شما دختر خانم قصه نخور. خدا حافظ.
نو که نیست. میدونم نونی، واکسشو میگم. راستی رفتی پیشش؟ آره رفتم. خونه بود یا نه؟ خونه بود ولی رفته و تمام. اگه نیاد میخوایی چی کار کنی؟ نمیدونم. حالا چی کار کنی؟ نمیدونم. اگه با پیغام گذاشتم اگه اومد از همون اومد بگم بیاد. اگه شبیه بابا بود چی؟ قبل از همون عصبانیه. از همون که میاد میگه نمیخوای پس نمیاد دیگه چی کار کنی؟ نمیدونم. اگه مغازه با بود قلابشو میگرفتیم ازش، قلابش همون بر میکردیم در میآوردیم. چی جوری؟ یه چیز میزدیم سرش با اون در میآوردیم. چی اون دوزیدی؟ باز خودتی. چی باز کنی که اون دوزیدی ها؟ باز خودتی. اگه مشکلت میدم ایمان دیگه تو؟ چی ما تا چی کار؟ باز خودتی. بگو باز خودتی. چه پولی؟ پول ماهی. نه کور که نیستی اونجا. درشی بلند شو. یکی پولی دیده نمیشه. سر کلتو بذار اونجا، دور چشاتم بگیر، ای کور نباشه میبینی. دور چشاتو بگیر. پاشو برو اونور. پاشو برو اونور. یه دقیقه بده به من. هیچ فایده ای نداره. اگه یه چیز داشتیم بهش میچسبوندیم در میآوردیم. مثلا چی؟ چسب یا آدامس. تو آدامس نداری؟ نه آدامس هم کجا بود؟ مگه من آدامس فروشم؟ بچه پرو؟ بیا. تو پول نداری؟ نه پولم کجا؟ جیباتو بگرد. پولم میخوای برای چی؟ تو چی کار داری؟ جیباتو بگرد. آخه این جیبم مال پول نیست که. لوس نشو. جیباتو بگرد و داری. اینو دارم. اینو همیشه میدارم تو جیبم. آقا یه دقیقه صبر کنید من برم یه دونه آدامس بخرم بیام. نه آقا من دیرم شده میخوام برم بادکنکامو بفروشم. خب همینجا.
نذاشتی بره؟ خودش رفت. منم باش حرف نزدم. از کدوم ور رفت؟ از اون طرف. خریدی؟ نه نخریدم. با همون آلچه هم میشه در برد. آخه چوب نداریم. نخوردیش که. حتما خوردیش. بیا بگیر اینم مال تو. نمیخوام دیگه. دورشی به خدا داره میاد. بیا براتون آدم سیاستم. اون به درد نمیخوره. بچه بیاید مسابقه. آفرین گرفتید. یواش یواش دورشی بده من بگیرم. دورشی بده بادش اندازی. من نوبت منه. ای نتونسته خودم هم باشه. یواش یواش بیا. آروم آروم آروم. بپا نندازیش. بپا نندازیش. انداختی که. بده من نوبت منه. بده من. اگه من نتونستم تو اون وقت بکن. ای بابا. بلد نیستی بده من. نتونستی بده نوبت منه. چی میخوانی تو؟ چی کار میکنی شما اینجا؟ پولمون افتاده. پول چی افتاده؟ پول خواهرمه. شب عیدی منو کشوندی اینجا که چیه پول خواهرم افتاده؟ این دکومنت شما؟ بله فرمایش داری؟ بخواستن اگه میشه اینو واکنه در بیاریم پولمونو. صدای زنگ تلفنتونم خیلی میزن. تو میخواستی برداری گوشی ببینی چیه؟ خاله قیزی، خاله واجی؟ بگیرش. بیا شما تو بگیر. بیا. خداحافظ آقا. بیا دیگه منتظر چی هستی؟ تو که میتونستی داری وانو منو چرا کشیدی تا اینجا؟ دریا هنوز موجه کاکا. باشو برو خونه. باشو. آقا کبریت داری شما؟ کبریت هم کجا بود؟ من کبریت شما میگن برادر. بازی کبریت داری شما؟ نبستی. بسته بودی. من نبسته بودم نبسته. الان میشه.
کردی؟ بله پیدا کردم. ماهیت هم که خریدی دیدی بی خودی گریه میکردی؟ عید تو یکی مبارک باشه. عید شما هم مبارک خدا. بیا دیگه بس منتظر چی؟ آغاز سال 1374 هجری شمسی